خانم جانان، به خاطر الله نصیحتم را بپذیر. از پوبلیک کاملا خود را دور بگیر و هرگز به نمایش نبرو. در پوبلیک همه چیزت را از دست می دهی. مقصدم پول و مال نیست، بلکه با ارزشتر از اینها است که با پول و مال آن را خریدن نمی شود. مقصدم شرم و حیا، عزت و آبرو و شرف و شهامت است که برای یک زن گرانبهاترین سرمایه است و هرگز آن را با مال و ثروت خریدن نمی شود. این را تجربه اثبات کرده است. ببین، تمام کار و بار درون خانه ات را به نمایش میگذاری. کجا می روی، چی کار میکنی، چی میخوری، چی میپزی، همه اینها را به نمایش میگذاری. واقعا درون خانه ات را مثل کوچه کرده ای. خانه در صورت خانه گفته می شود که چهار دیواری آن قایم باشد و کسی از درون آن آگاه نشود. اما شما برعکس تمام بود و نبود خانه را به نمایش میگذارید. این خیلی کار زشت و بدی است. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش میگذارند. پس آیا میخواهی در پیشگاه خداوند بدترین زن باشی؟ خوب اندیشه کن. يا سيدي واللي عجز معك معذور، لا صار ما يعرج للافلاك وتزار، لا صرت مبرورا ومن الذنب مغفور. والله مدحك بمنزلها وشلال اشعار،